متادون یک اوپیود طولانی اثر است که علاوه بر گیرنده های میو، بر گیرنده های NMDA نیز اثر می‌گذارد و در درمان درد مزمن شدید و درمان نگهدارنده وابستگی به اوپیودها کاربرد دارد. دوز خوراکی بزرگسالان برای درد معمولاً 2.5 تا 10 میلی گرم هر 8 تا 12 ساعت است. در درمان وابستگی دوز شروع و نگهدارنده باید توسط پزشک تعیین شود و به صورت فردی تنظیم می‌گردد. عوارض شایع شامل خواب آلودگی، تهوع، یبوست و تعریق است. هشدار مهم شامل طولانی شدن QT و خطر آریتمی می باشد و پایش ECG توصیه می شود. مصرف همزمان با الکل، بنزودیازپین ها و داروهای طولانی کننده QT خطرناک است. مهار کننده ها یا القا کننده های سایتوکروم P 3A4 و 2B6 می توانند سطح متادون را تغییر دهند. گریپ فروت ممکن است سطح دارو را افزایش دهد. در پایان از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز که کانال دکتر دانش را دنبال می کنید صمیمانه سپاسگزاریم.